اصلا آقا نظر شما راجع به زعفرون امسال چیه نظر شما بود؟ والله امسال اونجور که بوی میاد زعفرون نیست. والله چند تا دلیل یکی کمبود برف و بارود سال قبل، یکی همین کودای بی کیفیتی که مرن از این مثلا جای نامعتبر مخرن، کودای بی کیفیت. یکی دیگه همین که دوستان زعفرون کاری هنوز به همون شیوه قدیمه. من فکر میکنم باید مردم همون شیوه قدیم حفظ کنن و زعفرون هم ارتباط مستقیم با روزی خود فرد داره. نمیشه که یک تریلی دیشته بشه زعفرون هم دیشته بشه. زعفرون رو خدا داده برای فقیر بیچاره. هر که فقیر بیچاره خدا برای زعفرون بده، پولدارا زعفرودار نمیشه. این نظر ماه، حالا هر کی یک نظر داره. همین. خیلی عالی.